درود بر شما دوستان گرامی و ارجمند. اومدیم بر فراز آرامگاه شاهان هخامنشی در نقش رستم در استان پارس و ما همینک در برابر آرامگاه خشایارشاه ایستادیم. خشایارشاه کسی که بر هلسپوند پل زد در میان آسیا و اروپا و 2 قاره رو به هم چسبوند با کشتی ها و کسی که بر دریا تازیانه زد و اکنون میبینید که آرامگاه خشایارشاه رو دارن با داربست که داربست هایی رو که در اینجا گذاشتن دارن بهسازی و مرمت میکنن و گرچه خود هخامنشیان هم هنگامی که میخواستن سنگ ها رو بالا ببرن و کاخی رو بسازن، ستونی رو بسازن، داربست درست میکردن. دار به چم یا معنای چوب هست و ما میبینیم که هنوزم به این سازه های آهنی ما میگیم داربست. پس این چیز ناشناخته ای نیست، کار نوعی نیست، در دوران کهن در دوران باستان هم انجام میشد و اما در اینجا شما میتونید بخش های زیبایی رو بر فراز آرامگاه شاهان هخامنشی رو ببینید و همچنان که شما در اینجا چه اومدید یا نه، یا فرتور و نما و نگاره و عکسی رو دیدید از این نما و از این سازه رو بدونید که به این میگن کعبه زرتشت، بن خانه و نامهای گوناگونی داره یا گنج خانه. و اما دوستان در زمانی که هخامنشیان به پایان میرسند و اسکندر مقدونی به اینجا میاد، ما میبینیم که ایران به دست سلوکیان میفته. یکی از فرمانده های اسکندر مقدونی که او هم همسری ایرانی داشت، همسری پارسی داشت و اما میبینیم که در زمان سلوکیان ما یک شاههایی رو داشتیم، شاههای محلی رو داشتیم به نام فرترکه ها که این فرترکه ها، درود بر شما، سپاسگزارم، جای شما سبز بر فراز آرامگاه شاهان هخامنشی چای می نوشیم. ما میدونیم که این فرترکه ها در زمان سلوکیان یک شاههایی در پارس بودن، از پارس تا خلیج فارس تا شرق ایران رو در دست داشتن. این گونه نبود که همه ایران به دست جانشینان اسکندر بیفته و ما میبینیم که این فرترکه ها سکه هایی رو داشتن. یکی از شاههای اونها بغداد نام داشت و این نام رو میبینیم که در ایران همواره پایبرجا بوده و نام بغداد امروزی، شهر بغداد، هم از همین نام ها بر جای مونده. بغداد یا خداداد، بگ یعنی خدا، به چم یا معنای خدا هست. اون شاهانی که دوباره زمام رو به دست میگیرن یک سکه های بسیار زیبایی رو داشتن که بر روی سکه ها نقش همین کعبه رو ما میبینیم. همین کعبه‌ای که در اینجا هست، در اینجا میبینید این بر روی سکه فرترکه ها زده شده بود و میبینیم که شاه فرترکه یا پرتودار یا نگهبان آتش در برابر این نقش ایستاده، در برابر این سازه ایستاده و داره راز و نیاز میکنه و در یک دست دیگهش درفش کاویانی رو هم نگه داشته. میبینیم که همواره ایرانی‌ها میجنگیدن تا فرهنگ خودشون رو هر گونه که بود نگه دارن، زنده نگه دارن و اما ما هم امروزه به این میگیم کعبه زرتشت. ولی بر روی سکه فرترکه ها هنگامی که میبینیم شاه فرترکه در برابر این سازه ایستاده و داره نیایش میکنه، در بالای سر این، بر بام این نقش، این سازه، ما یک سازه های دیگر رو داریم که بهش میگیم شاخ گاوی یا کلقندی و بر روی اونها فر کیانی یا فروهر بر بام در جای بلندی ساخته شده که ما امروز بهش میگیم فروهر و میبینیم که این نقش، این سازه هنوز ادامه داشته. پس دارای یک شاخ گاوی هایی بوده در بامش و بر روی اون شاخ گاوی ها هم فر کیانی، فروهر یا انسان بالدار زده شده بود. و امروزه این شاخ گاوی ها برخی هاش در ارگ پارسه، در بخش جنوبی ارگ پارسه پیدا شده و ما میتونیم اونها رو ببینیم و چه بسا ما در ارگ پارسه هم باز همچین سازه‌ای رو داشتیم که امروزه به هر روی باید کاوش بشه در بخش جنوبی تا چه بسا بازمونده های اون رو ببینن. تیلیا باستانشناس ایتالیایی در زمان محمد رضا شاه پهلوی، ما میبینیم که هنگامی که داره ارگ پارسه رو کاوش میکنه، مرمت میکنه، دست به بهسازی میزنه،
یک بخشی از این شاخ گاوی ها یا کله قندی ها رو پیدا میکنه و برای ما امروزه در جنوب ارگ پارسه بر جای گذاشته و هنوز دیده میشه. و اما شاپور ساسانی پسر اردشیر پاپکان هنگامی که 3 قیصر روم رو شکست میده، به زیبایی ما میبینیم که در روی این سازه کتیبه هایی رو بر جای گذاشته و نوشته که برای روان بزرگان و سردمداران ساسانی و نیاکان خودش آتش هایی رو برافراشته داشته. و چه بسا باز اینجا هم میبینیم یک نشانی از یک نیایشگاه دیده میشه. و اما دوستان این سازه ها همه از سنگ بوده، همون فروهرها یا فرکیانی یا انسان بالداری هم که ساخته شده چه بسا از سنگ بوده. شما پله هایی رو در اینجا میبینید دوستان گرامی. این پله ها به ما نشون میده که هنوز کف این بنا باید، این کفی که شما در اینجا میبینید باید تراشیده بشه و کف این بنا پایین تره و باید ما هنوز بریم پایین. ما در برابر آرامگاه خشایارشاه هستیم، بر فراز کوه و در اون سمت ارگ پارسه رو میبینیم. کوه مهر، میر یا میترا. پاینده و شاد باشید. خدا نگهدار.